یونکای شما؟ یونکای شما؟ من شخصا از آن خودم، از آن تمام یار دوستان، از آن اهل صنعت، از آن برادر و از آن مهمانان که آمدن، هر یکی شما مبارکات میکنم با روز نوروز. مبارک شود و ماه شریف رمضان خدا کند که خاندان هر یک ما با هر انشاءالله سالهای دراز با سالهای آینده نمیخیر خوشی خورسندی همه صحت سلامت باشند. برادران ما اهل صنعت، اکای دلاور جان، حاجتی معرفی همه میشناسند. اکای قمی خان خوش آمدید. خوش آمدید. همیشه محفل شب نشینی برای خودم برای همین همه اشتهای صاف استراحت بی فراغه مرحمت مهمانه با سخمتیم ششته راحت بکنیم. اختیار جان Rest. 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 مهمانو عزیز، دوستان عزیز، خوش آمدید. از آن خودم از آن اهل صنعت، از آن دوستان بختیار جان که همین کاشانه ساخته همین محفل تشکیل کردن، اما کنه تبریک آرزو نوروز کنه بختیار جان از آن بختیار جان. راستی گفتم امروز من همین چهره‌های همه شما دیدم بسیار سرسنج شدم که من با همین دوستان حالم بودیم، همین مخلصا بودیم، بحری تماشا بحری شنیدن سرودهای ما امروز همینجا با آمدن اشتراک کردم. برای همین شخصا از نام خودم برای همه شما سرت عزیز بگذار همین نوروز برای همه روزهای نام روزهای خورسندی آرد. من ماه شریف رمضان اما کن باز چی باید ماه رمضان باز سازده باشه نزد گذارم. من آینده خدا خواهد توی ها شود، شادی ها نزد ها شود، باز با بیم همراه خورسندی کنیم. خیلی که میگم هم شریک شادی شما شدیم. اینجا دوستان من عبدالحفیظ خادم الله بخاری مولوی شاه دیدم. از نام امام تبریک خوش آمدید. دوستان خوش آمدید. سرودها میخوانیم برای شما استراحت میکنم. نوروز مبارک. بختیار جان برای تشکیلی گذارم دوستان. سلام باشید. سرودی اول برای مادران الها مادران ما سلامت باشند، زنده باشند، چونکه هر یکی ما را مادر به دنیا آورده است. برای مادران من سر تعظیم فرود میارم. سرود اول میخوانم برای شما. سرود مادر، سرود خودم، آهنگ خودم میخوانم. مرحبا.